اینجا کانال چرت مکزیکیه. جایی که هر صداش یه قصه پنهون داره. قصه‌هایی از گذشته تا امروز. از جاهایی که شاید فقط توی خواب بشه دیدشون. اگه شبها خوابت نمیبره و یا دیر میخوابی، چشمهاتو ببند و فقط گوش بده. شاید امشب زودتر خوابت ببره. قصه امشب رستم و سهراب. در قسمت قبل براتون گفتیم که رستم پهلوان بزرگ ایران زمین حالا دیگه تنها با اسبش رخش دل به راه زده تا با دیوها و اهریمنان بجنگه. تو این مدت اسم رستم تو دل مردم ایران جا باز کرده بود. همه از شجاعتش میگفتن، براش دعا میکردن و به بودنش دلگرم بودن. اما روزگار یه روز آرومه و یه روز طوفانی میشه و خبر نمیده چه حوادثی در انتظارته. روزگاری رستم برای شکار از زابل بیرون رفت. دشت سبز بود و آسمون صاف. اما شب که شد از اسبش جدا شد و خوابش برد. وقتی بیدار شد دید رخش نیست. رد سم اسب رو دنبال کرد تا رسید به شهر سمنگان. تو سمنگان مردم با دیدن رستم فهمیدن مرد بزرگی اومده. شاه سمنگان خودش به استقبالش رفت و گفت: پهلوان، به شهر ما خوش اومدی. مهمون مایی تا پیداش کنی. رستم قبول کرد. اون شب توی کاخ شاه موند. شب هنگام وقتی همه خوابیدن صدای پای نرمی از پشت در اومد. دختری با چادری نقره‌ای وارد شد. گفت: رستم، من تهمینه‌ام، دختر شاه سمنگان. سالهاست از دلاوریت میشنوم. اومدم تا ببینی دختری دل به تو بسته. رستم جا خورد، اما نگاهش آرام شد. گفت: دختر شاه، چرا چنین کاری کردی؟ تهمینه گفت: اگه از من خوشت نیاد صبح میرم و هیچ نمیگم. ولی اگه بخوای میخوام همسر پهلوان ایران باشم. رستم لبخند زد. گفت: دختر شاه، تو پاک و دلیر حرف زدی. منم بیریا میگم. دلم به تو گرمه. اون شب پیوند عشق بین رستم و تهمینه بسته شد. صبح شاه سمنگان خودش اونا رو عقد کرد. چند روز بعد رستم رخش رو پیدا کرد. وقت خداحافظی بود. تهمینه گفت: یه یادگار از خودت برام بذار. شاید روزی پسرم از تو نشونه‌ای بخواد. رستم کمربند و بازوبند زرینش رو داد و گفت: اگه پسری زادی اینو براش نگه دار. رستم رفت و مدتها گذشت. تهمینه صاحب پسری شد با چشمهای روشن و بدنی قوی. اسمشو گذاشتن سهراب. از همون کودکی قدرتش با هیچ بچه‌ای قابل مقایسه نبود. با 5 سالگی تیر و شمشیر دست می گرفت. تهمینه براش بازوبند زرین پدرشو نگه داشته بود. یه شب گفت: پسرم، این از پدرت رستمه، پهلوان ایران. سهراب با شگفتی نگاه کرد و گفت: من باید پدرمو ببینم. چرا از ما دوره؟ تهمینه گفت: تقدیر اینجوری نوشته شده. سهراب بزرگتر شد، قویتر و مغرورتر.
صدای دلاوریاش به گوش توران رسید. افراسیاب پادشاه توران فهمید پسر رستم نیرومند و بی تجربه است. با حیله گفت برو و تخت ایران رو بگیر، من پشتت نیستم. سهراب گفت من تاج نمیخوام، فقط میخوام پدرم رو پیدا کنم. ولی افراسیاب با نیرنگ جواب داد رستم رو هم پیدا میکنی، چون اون نگهبان تاج ایرانه. دل سهراب پر از شور شد. گفت پس من میرم تا هم ایران رو ببینم هم پدرمو. تهمینه اشک ریخت. گفت پسرم نرو، دنیا بیرحمه. سهراب گفت مادر من از خون رستمم، نمیتونم ساکت بمونم. صبح زود سپاه توران با پرچم‌های سیاه حرکت کرد. سهراب پیشاپیش مثل شیر در میدان بود. در طول راه سهراب هر جا میرفت همه از قدرتش میگفتن. یه تنه 20 مرد و شکست میداد. سرداران توران از قدرتش ترسیدن. ولی افراسیاب لبخند زد و گفت بذار جلو بره، خودش سرنوشتشو مینویسه. تو ایران خبر رسید که سپاهی از توران نزدیک میشه و فرماندهش جوانی بلند بالاست که مثل رستم میجنگه. کیکاووس گفت این جوان کیه که اینطور از مرز گذشته و دستور داد تا رستم رو صدا کنن. فرستاده ها رفتن زابل. رستم کنار چشمه نشسته بود. شمشیرش رو تمیز میکرد. گفتن شاه توران سپاهی فرستاده که همه جا رو گرفته. رستم لبخند زد و گفت بازم جنگ؟ باشه، من خودم میرم ببینم کیه. وقتی رستم به میدان نزدیک شد صدای فریاد و طبل از دشت بلند بود. گفتن فرماندهش اسمش سهرابه. رستم خندید و گفت چه اسم آشنایی. ولی دلش یه لحظه لرزید. حس کرد یه چیزی درونش ناآرومه. سهراب از دور صفهای ایران رو دید. گفت میخوام با پهلوانش روبرو شم. شاید اون پدر من باشه. همه گفتن پهلوان ایران رستمه. سهراب گفت پس من باید خودش رو ببینم نه سپاهش رو. شب هنگام رستم تو چادرش نشست. صدای طبل از دور می اومد. گفت این پسر هر کی هست جوون و بی‌پروا. ولی چرا اسمش به دلم آشناست؟ سیمرغ تو خواب بهش گفت با احتیاط بجنگ، تقدیر با تو شوخی نداره. صبح شد. سهراب وارد میدان شد. زره بر تن داشت، شمشیر در دست. فریاد زد پهلوان ایران بیا تا با هم بجنگیم. میخوام بدونم مرد ایران زمین چه شکلیه. رستم جلو رفت ولی نقابش رو بالا نزد. گفت من اومدم. نبرد آغاز شد. خاک به آسمون رفت. ضربه ها محکم بود. شمشیر بر سپر میخورد و جرقه میزد. سهراب گفت تو کی که اینطور میجنگی؟ رستم گفت یه مرد از ایران. هیچ کدوم نمیدونستن خونشون یکیه. سهراب فریاد زد اسم تو چیه؟ رستم گفت اسم من مهم نیست. فقط بدون که ایران تا من زنده‌ام تسلیم نمیشه. سهراب خندید. گفت
تو منو یاد پدرم میاندازی. اونم همینو میگفت. ولی رستم هنوز خاموش موند. ساعتها جنگیدن. زمین زیر پاشون ترک خورد. سپاه دو طرف مهت زده نگاه میکردن. شب شد. رستم نفس زنان گفت فردا ادامه میدیم. اون شب سهراب در خواب دید پیرمردی سپیدمو بهش گفت پسرم، صبح مراقب باش، تقدیر به خونت گره خورده. صبح بیدار شد. قلبش تند میزد. گفت امروز یا پدرمو پیدا میکنم یا توی راهش میمیرم. رستم دعا خوند. سهراب زره بست. سپاه دو طرف سکوت کردند. سهراب با غرور گفت پهلوان، من از خون رستمم. رستم جا خورد ولی گفت اسم پدرتو بر زبان نیار، چون امروز کسی در امان نیست. دوباره نبرد شروع شد. این بار سنگین‌تر. خاک بلند شد. صدای شمشیر تا دشت پیچید. یه لحظه رستم زمین خورد، اما سریع بلند شد. گفت نه، هنوز تمام نشده. سهراب لبخند زد و گفت پیرمرد، تو تمام شدی. رستم به سختی نفس میکشید. گفت این پسر کیه که انقدر قدرتمنده؟ با آخرین نیرو فن قدیمی سام رو اجرا کرد. حریف و زمین زد. سهراب زیرش افتاد. رستم خنجرش رو بیرون آورد و گفت ای جوان، خدا حافظ. خنجر فرو رفت. خون زمین رو رنگی کرد. سهراب ناله زد. اگه مادرم اینجا بود بهت میگفت من کیم. رستم دست از خنجر برداشت. گفت اسم مادرت چیه؟ سهراب گفت تهمینه، از سمنگان، و بازوبند پدری دارم از رستم. اگه تا اینجای قصه با ما بودی، ممنون که هنوز بیداری. تو داری یکی از غم‌انگیزترین لحظه های شاهنامه رو میشنوی. یه نفس عمیق بکش، صدای آتیش رو حس کن و با ما بمون تا بدونی تقدیر چطور پدر و پسر رو روبروی هم گذاشت. لطفاً لایک کن و سابسکرایب یادت نره و ما رو به دوستانت هم معرفی کن. رستم خشک شد. خنجر از دستش افتاد. فریاد زد خدایا، این چه تقدیریه؟ نشست کنار پسرش. سرش رو بغل کرد. گفت پسرم، من همونم که دنبالش میگشتی. من پدرتم. من رستمم. اشک از چشمای سهراب ریخت. گفت پدر، کاش زودتر میگفتی. رستم فریاد زد. آسمون صداشو شنید. گفت زندگی بی تو به چه دردم میخوره؟ سهراب گفت گریه نکن پدر. شاید تقدیر خواسته ما اینجوری همدیگر رو ببینیم. سپاه ایران و توران هر دو ساکت شدند. آفتاب از پشت کوه بالا اومد. صدای ناله رستم توی دشت پیچید. سهراب آرام گفت پدر، قول بده ایران رو حفظ کنی. و چشماشو بست. باد آروم از روی دشت گذشت. رستم شمشیر رو زمین گذاشت. گفت زمین، پسرمو پس نمیگیری تا من زندم. ولی باد پر سیمرغ رو آورد و روی شونش نشست. گفت پهلوان، درد تو ابدی نیست.
تا وقتی قصت زنده است. و قصه ما امشب همینجا تموم نشد. صبح شد. دشت ساکت بود. پرنده ها نمی خوندن. رستم کنار پیکر سهراب نشست. چشماش خشک شده بود. گفت: پسرم، این زمین دیگه بوی زندگی نمیده. صدای باد مثل لالایی غمگین پیچید توی گوشش. سپاه ایران و توران شمشیرها رو زمین گذاشتن. هیچ کس دل جنگ نداشت. حتی کیکاووس خاموش موند. فقط گفت: خون پسر دامن همه رو گرفت، حتی پدرش رو. رستم جواب نداد. فقط خاک از روی زره سهراب پاک کرد. سیمرغ از دور بال زد و نشست روی شاخه خشک. نگاهی به رستم کرد. گفت: تقدیر این بود پهلوان. بعضی نبردها رو نمیشه با شمشیر برد. رستم گفت: ولی من کاش زنده نمیموندم تا این روز رو ببینم. همون شب رستم چادرش رو بیرون میدان زد. هیچ کس جرأت نداشت نزدیک بشه. تا صبح کنار پسرش موند. وقتی سپیده زد گفت: سهراب، پاشو، وقت رفتن پسرم. اما جواب فقط سکوت بود. با دلی شکسته پارچه سفید دور سهراب پیچید. اون رو روی رخش گذاشت. همه دشت نگاه می‌کردند. هیچ صدایی نبود. فقط صدای زنگ زین اسب. رستم آهسته گفت: رخش، قدمهات آروم باشه. پسرم خسته است. رستم راه افتاد سمت سمنگان. راه دراز بود، ولی اشکاش تمومی نداشت. هر جا می رسید مردم با ترس نگاه می کردن. کسی حرف نمی زد. فقط از نگاهش می فهمیدن که اتفاقی بزرگ افتاده. وقتی به دروازه سمنگان رسید، زنگ‌ها به صدا در اومدن. مردم دویدن بیرون. تهمینه از پنجره بیرون رو نگاه کرد. قلبش لرزید. گفت: اون رستمه؟ چرا سهراب کنارش نیست؟ و دوید پایین. رستم از اسب پیاده شد. پارچه سفید رو کنار زد. گفت: تهمینه، پسرمون بر نگشت. تهمینه جیغ زد. زانوهاش لرزید. روی زمین نشست و گفت: خدایا، این صدای من نیست. این صدای دل سوختمه. رستم بغضشو قورت داد. گفت: نمیخواستم این بشه. نمیدونستم. تهمینه نگاهش کرد و گفت: اون از تو میگفت. خیلی دوست داشت تو رو ببینه. مرتب میگفت: پدر شبیه منه؟ آیا مثل من میجنگه؟ و اشکای تهمینه بیوقفه جاری شد. همه اهالی سیاه پوشیدند. صدای نی و ناله از هر خونه بلند بود. رستم تا 3 روز کنار مزار پسر نشست. نه غذا خورد، نه خوابید. فقط به آسمون نگاه میکرد و میگفت: کاش زمان برمیگشت. فقط یه لحظه. سیمرغ بالای سرش پرواز میکرد. گفت: پهلوان، رنج تو قرار جاودانه بشه. اما بدون تا وقتی قصت گفته میشه سهراب هم زنده است. رستم آه کشید. پس بگو همه بدونن که پدری چه داغی میکشه. تهمینه گفت: رستم، سهراب رفت.
ولی ازش یه دنیا یادگار مونده. اون صداقت، اون عشق، از خونش سبزه در میاد. رستم گفت اگه خدا بخواد از خاکش گل رویده میشه برای همه فرزندان این سرزمین. چند روز بعد رستم تصمیم گرفت برگرده زابل. مردم سمنگان تا مسافت زیادی بدرقش کردند. رخش آهسته قدم برمی داشت. هر قدمش صدای سنگینی داشت. انگار زمین هم عزادار بود. در راه بازگشت هر جا می رسید خاطره‌ای از سهراب جلوی چشمش می اومد. اون خنده ها، اون نگاه مغرور، اون صدایی که می گفت من از خون رستمم. حالا فقط پژواک بود در باد. رستم به زابل رسید. زال به استقبالش اومد. ولی از نگاه پسر فهمید که حادثه‌ای اتفاق افتاده. گفت چی شده رستم؟ چرا چشمات اینطور خاموشه؟ رستم فقط گفت پدر، پسرم رو با دست خودم کشتم. زال دستشو گذاشت رو شونش. گفت این رسم روزگار پسرم. هیچ کس از تقدیر نمیتونه فرار کنه. رستم گفت اما تقدیر چرا انقدر بیرحمه؟ چرا همیشه از دل شادی غم میزنه بیرون؟ اون شب رودابه برای سهراب شمع روشن کرد. گفت روحت در آرامش باشه پسر دلاور. مادرت، پدرت و این سرزمین همیشه یادتو زنده نگه می‌دارن. اشک از چشمای زال و رستم با هم پایین اومد. صبح بعد مردم زابل جمع شدند. رستم ایستاد و گفت پهلوانی فقط جنگ نیست. باید دل داشت. باید عشق داشت. هر کی از عشق خالی بشه مثل من میشه. سنگی با شمشیر در دل. از اون روز دیگه رستم همون آدم قبل نشد. لبخنداش کم شد. نگاهش سنگین‌تر. فقط گاهی کنار رود می نشست و با صدای آروم می گفت سهراب، اگه صدای منو میشنوی بدون پدرت هنوز منتظرته. سالها گذشت. مردم هنوز از اون نبرد حرف می زدن. از شجاعت پدر، از سادگی پسر، از قصه‌ای که اشک و غرور رو با هم آورد و می گفتن هیچ پدری مثل رستم و هیچ پسری مثل سهراب نباشه. در دل کوه زابل رستم گاهی می رفت سر مزار قدیمی. با خودش می گفت کاش همه بدونن پهلوان بودن یعنی تحمل رنج، یعنی بخشیدن خودت حتی وقتی داغی تو دلته. یه روز نسیم خنکی وزید. رستم حس کرد بوی تهمینه میاد. برگشت ولی کسی نبود. فقط صدای سیمرغ بود که از دور گفت پهلوان، زمانش رسیده که آروم بگیری. دنیا از نام تو پره. رستم گفت سیمرغ، من همه چیو دادم. فقط یه آرزو دارم. مردم ایران یادشون نره که ما برای عشق جنگیدیم، نه برای قدرت. سیمرغ گفت و همین باعث جاودانگیت شد. اون شب ستاره ها پر نور بودن. رستم به آسمون نگاه کرد.
یکی از ستاره ها رو روشن‌تر دید. گفت اون سهرابه، داره نگاه هم میکنه. لبخند زد و زمزمه کرد پسرم، شب بخیر. از اون شب هر وقت مردم صدای باد بین دشت ها رو میشنیدن میگفتن رستم با پسرش حرف میزنه و هر وقت رعد میومد میگفتن دوباره داره خشمشو از دل بیرون میریزه. تهمینه هر سال روز تولد سهراب رو کنار رود سمنگان شمع روشن میکرد. میگفت پسرم، همه از تو گفتن ولی من فقط دلم برات تنگ شده. و شمعهاش توی باد خاموش میشدن اما دلش نه. رستم سالها بعد با چهره‌ای سپید و خسته دوباره به همون رود رسید. نشست روی سنگ و گفت ای رود، شاهد باش که عشق من تموم نشد. آب زلال کنار پاش جاری بود مثل اشک بی صدا. رخش اون اسب وفادار سرشو پایین آورد. کنار رستم نشست. انگار اونم میفهمید که پهلوان فقط یه مرد جنگی نیست، یه دل زخمیه که هنوز میتپه برای سرزمینش. رستم کم کم چشمهاشو بست. صدای سیمرغ از دور اومد. خسته نباشی پهلوان، قصت تموم شد ولی نامت میمونه. و پرنده طلایی تو آسمون محو شد مثل نوری که آروم میره و خاموش نمیشه. و اینطور بود که قصه رستم و سهراب تموم شد. اما هنوز هر وقت باد از دشت سیستان میگذره انگار صدای آروم میگه هیچ عشقی بی درد نیست ولی پهلوان همیشه پابرجاست. همراهان عزیز، از اینکه تا انتهای ویدئو با ما همسفر بودید از شما متشکریم. امیدواریم با نظرهاتون ما رو در پیشرفت این کانال یاری بدید. تا شب دیگه و قصه دیگه شما رو به خدا میسپاریم. به امید دیدار.